قدریا رادیو تزش مسکوی دکن سلاف و دم و بخیر قدارین دلال رادیو تزه کارن ببین تو رو اینترنت و ناونی شانی مالپرا ریا تزه نقطه کم ایرو شمیه 29 ثانیه قدریا دنگو باستن گرینگین به حتی بکن سیشمی 25 نیسان شب ساعت و 3 در باز بی دقیقه فروکین شهری ترکیه دری گلی کسری جای شنگالی برگین یکینوین برخدان شنگالی هیزن پاراستنا گل و هیزن فرماندار تایبت یا دیا یا پشمرگین بومبه باران کرن فرمانداری لیوای فرمانداری تایبت یا دیا هیزن پشمرگل شنگالی هکار آمدی را گیاند که گلک چپر و خالن سری جای شنگالی هات نبومبه باران کرن و انجامی دا 5 پشمرگین جیان خوش دست دایه نه پشمرگه و 5 شروانجی بریندار بونه الگوری زنیاریان دما بومبه بارانی دا شروان نپگه و یه بشین نل بارگین خدا بونه هر وا شادین بیاری دیویژن فروکین نزدیک 20 موشکان آویتنه چپرین شروان و پشمرگیان هات را گیاندن که پشمرگین بریدار راکن نخشخانه دهو که و رفش پشمرگین گرانه در باری یریش عزبانی یا فروکین ترکیه سرجای شنگالی وزارت پشمرگی یهریم کردستانی دخینیک و شاند و را گیاند شهید بونا پشمرگیان جی دلشیه که مزنه و بومبه باران فروکین ترکیه جی نوی قبول کردن دخینی دهات گوتن اپرزگریک دنجا ما هبونا پککی علم چای رودتن هبونا وانش بوگلی نوچه و یهریم کردستانی دبست دما سریشی و پرزگریکون شامو آلیون واجی گلک جران دو خوش و ناتیه کرن دکو جای شنگالی والا بکن لی گنه دانه تو کسان داویا دخینی دو وزارت پشمرگی دو خوش پککی دکه که هیزین خوش شنگالی وکشه دکو نشتجی نریمی بکارن ناف آرامی دابن قایم شنگالی محمد خلیل بانک پککی و ترکیه کرد که شهر خود دوری شنگالی بگرن او گفت کی جان اولو باوری و یکی قبول دکه جاره کردن خلق شنگالی نجاری کوچبری دکن درباره یری شفروکین شهرین ترکیه سر جای شنگالی قایم شنگالی محمد خلیل داکفشی که برپرسیاری که دیروکید که سرمل پککی و دولت ترکیه ام جوان دخواست دکن بلا شهر خود نینن شنگال جی که ویرانه پیوستی زمانی دیالوگی هیه محمد خلیل داخیا کرن که فروکین جای شنگالی 5 بارگین لشکری کرن آرمانچ و دازانین که یک جوانش بارگی پشمرگی بویه قایم شنگالی درباره هبونا بارگین پککی یک شنگالی دیار کرد زیادتی ده جران مجمیسیون آلیکاری عراق یا نتوان یک گتی را جبایلسخانه آمریکایی را گوتیه که اف هیز نیا سیل نوچه دبن سدم آلوزی و بومبه بارانان گوری زنیاریان ایواریا دشمی 24 نیسانی فروکین جنگیین ارتش ترکیه چند جیل دور کانیماسی یه سر دور برواری بالال پرزگاه دخوکی دانه بر بومبهیان ریببری بجاروکی کانیماسی سربست اکرای رگیان فروکین شیر ین ترکیه بنگین بککی ین وی نوچه بومبه باران کرن سرزران دنجام بومبه بارانی دا سربست اکرای گو تزران جانی و مادی چی نبویه پلیتبیرو پارتی دموکراتیا کردستانی درباره بومبه باران فروکین شهرین ترکیه سرناوچه شنگالی دا دخینیک بلاف کر او را گیاند که پدکیش بو لیدان سنگر و بنگین پشمرگیان دلگرانن و بتوندی نرازی بون خود دیار کرن و دان کفشه که اف یریش شاشی بجی تا آوایی قبول ناکن دخینی پلیتبیرو پدکی دهات گوتن که جاره کدن ویراستی ببیر ولاتین خوا و همو آلیاتینن که اف بیار و هر بیار کدنش انجام هبونا پککی حریم کردستانی دایه تا سوده و قازان جگش خلق حریم کردستانی را نبویه او نه یکم جارجی خلق و ولاتین حریم دبنه قربانیا سیاست شش یا پککی که میدان خوب جیشتنه و بناقی شهر و گاستی حریم کردستانی و جاردن بانک پککی دکن که هزین خود دوی شنگالی و در دوراوی وکشین بدفکی فرمی یکینوین پاراستنانگل ریدور خلیل را گیاند دیریشو 25 نیسان یا فروکین ترکیه دا جای قرچوخ 20 شروان شهید بونه ریدور خلیل داخینی که دارا گیاند خال نوبند یا یپگل جای قرچوخش علی فروکین شهرین ترکیه و هات بومبه باران کرن و نوبندن وان هاتن روخاندن فرمانداری گیشتی یا یپگل دزانین که اویریش دید همین دما پیشکتن حسی دل در دورا رقای دا تنجام بومبه باران ترکیه دا 20 شروان شهید بونه و 18 شروان دن بریندارن جناو برین 3 شروانان گرانن بدف که فرمی یه بگه ریدور خلیل کردستان 24 گود demek je voda kod dojišta engobije, jiriša Turkije sergi pege u dve demi dojite vate kod Turkije dohaze dojiš žvit engobi razgorbeke. Ev ali koreke per eşkereş ali Türkiye ve meberji region da bu koyam dohazın pevendin cinartib Türkiye ra bekan li devleta Türkiye ve dışbel mednire. Şeva 25 Nisani u berbongi fruken şerrin Türkiye benge u boregen yipege u yebeşe li başuri u Rojavay Kurdistani bu mebaran dakan ulgur ajansen u çen yeniziki yipege 5 fruken şer dirişi da berdar bu.
بدف کی یکی نوین پرستانگل ریدور خلیل تفیوین و تبت یاب دنگی آمریکا بانک کولیسیون پیشنگی آمریکا کرد که هیزین کردان خودی درکبه بدف کی یپگی دازانین که کارب دستین کولیسیونی سرپرسین ویین درباره گیریشن ازمانی دیار کرده که ترکی آگاهی ندایوان مهر خواست ام وقت دولت که جنور ترکیه بنهرن 600 کیلومتر سینور هیت نابرامه و ترکیه دا 6 سالن تگوله کیجور نچیور خلیل گود خلیل به دوامی دازانین که اگر ترکیه گیریش خواب دومینه او یپگی کل دورا رقا پیشنگی هیزین سوی دموکراتیک دکه و گره پاراستنا رجاوا بگه کمیته ریبر یا پککی داخلی که داره گیاند پشتی بومباران چاین شنگالی و قرچوخی ادی حقی پککی کل هر دریبه و تکوشینی بکه پککی هر وا گفاوی یکیجی خور کده بتوندی طول بومباران شنگالی و قرچوخی هده کمیته ریبر یا پککی تقداری یریشن روز سه‌شنبه 25 نیسانی ین فروکه شهر ین ارتش ترکی بو سرچای قرچوخ روزوای کردستانی و چای شنگالی باشور کردستانی داخلی بلاف کرد پککی داخلی خود هف پیمانی نابر اکپارتی و مپی وقت عالی یریش کرد یریشن بو سر شنگالی و قرچوخ دانشان داده و سدم پیکانین و یریش جالیوان و جیوا داده خویا کرن که گلی ترکیه در رفرندوم 16 نیسانی دا دنگی نا دانه به هف پیمانی نابر اکپارتی و مهپی کمیته ریبر یا پککی دستیشان کریه که یریشن شنگالی و قرچوخ باگداری هیزین جهانی و هرمی پیکاتیه و سرویه که بس داخلین برپرسن ترکیه دکه که گوتوبون وان بری یریش اولیمپی وندیدار و بتایبت آمریکا و روسیه آگادار کرده پککت وی داخلی خود هر وا پکاتنا یریشن ترکیه بو سر هر دو جاین شنگال و قرچوخ الباشور و روجوای کردستان وقت دست پکنا رفشک نو بناف دکه و دیار دکه که پشتی وان یریشان قناق که نو یا چالاکین هپگی یه آستار و یه بشه دست پیدا که بدوامی داخلی کمیته ریبر یا پککی دا تکازیل سرویه که تکرر که پشتی یریشن کل شنگالی و قرچوخ سرهیز مناط نکردن ادی حق پککی هر دریبه و چالاکیان بکه بدف کی وزارت پیشمرگی هلگوت حکمت را گیاند پیوسته پککی سیاست خواهی نها بگویره او گوت ام دخوش پککی دکه گشنگالی وانا بکن ریبری گیشتی را گیاندن او آگاهی اجتماعی وزارت پیشمرگی را گیاند الگوری روش سیاسی یادوری و گفن بری ین ترکی او یک دهات پیش بینی کردن که ترکیه وان یریشان پیک بینه اوی گوت نها قناخ کردن چه بیه او جی او کادوی ام بیشن پیوسته اف هیز الوی داری دور بکن ام دخوش پککیش دکل کوی نوچه والا بکه دکو هیزا پیشمرگی و ریبری هریم کردستانی بکارن کاری خواهین بنگیین و یاسایی به دری جیب جیب بکن وزارت دروی آمریکای سیگیریشن ازمانی ین فروکین شهر ین ترکی باشور و روجوای کردستانی را گیاند یریش علی هف پیمانیا نو دولتی و نهاتیه پجراندن بدف که وزارت دروی آمریکای مارک تونر سر بومباران یا جای شنگالی باشور کردستانی و جای قرچوخ روجوای کردستانی هلوستاوی وزارت اشکره کرد مارک تونر گفت که یریشن ازمانی ین ترکی ین باکوری عراقی و باکوری سوری گلک دلگرانن و دازانین که ترکی نه آمریکای و نه هف پیمانیا نو دولتی بگیریش خو آگادار نکردنه و او یک جی دلگرانی و مترسیاوانه هر وا بردف کی وزارت دروی آمریکای دازانین که وان مترسی و دلگرانی خو گیانده حکومت ترکیه داخلی وزارت دروی آمریکای داده گفتن که بمباران کردن پیشمرگی نوی قبول کردن و اپرز گریک هموجی اجبار هبون پککی دوی نافچهیه مارک تونت هر وا دخیا کردن که پیمانیا نو دولتی گیریشن ازمانی این ترکیه قبول نکه وزارت دروی آمریکای را گیاند جیکو فروکین ارتش ترکیه روجوای کردستان بومباران کرده پر نزدیکی بارگین لشکری آمریکایی بونه و تن چند کیلومتر نجوان بارگین دور بوده. وزارت کارین دروی روسیه چهارشنبه را گیاند که یریشن ترکیه عراق و سوریه نوی قبول کردن که وی ولاتی پرینسیپین سرکه ین پیونتین نون تبی بم پیکرنه دوی رفشه دا اوان بانک همو ولیان دکن که راوستن رویترز زاری ارتش ترکیه را گیاند که وی سه‌شنبه و چهارشنبه اپراسیون در سینوریال عراق و سوریه هفته و 6 جگدار کشتنه بدف که یکی دان پاراستانجان نسرین عبدالله ده پیگین بدنگی آمریکایی را یریشن ترکیه بتوندی شرمزار کرد بو اوش کوالیسیون آنو نتوایی خواسته بو که بر یریشان بدنگ نمینه چهار پارتین کردیین باکوری کردستانی یریشن ترکیه سر روجوای کردستانی و باشوری کردستانی شرمزار کردن و بانک پککی کردن که شنگالی درکبه هر چهار پارتی رواد بیشتر مافی ترکیه نینه که یریشن وستا پیک بینه و بانک دولت ترکیه که دست وان جوره یریشان برده
حرکت آزادی، پارتی آزادی کردستان پاک، پارتی دموکرات کردستان باکور بدک باکور و پارتی سوسیالیستی کردستان به سکل سریریش روز سشم ین ترکی سر شنگالی و جای قرچوق روزای کردستانی داخلی که وجدان هر چهار پارتی باکوری کردستانی آمجه هفدهم بونا وانگیریش ترکی و مدکارین رفرندوم سرخابونا باشوری کردستانی دکن و دبیجن بکانین وانگیریشان دمک به صدا بال کشه داخلی در و اف پارتی کردی دادن خویا کرن که هبونا پککی ریل بر شب و دست وردان نیارین کردستانی ودکه و دخوش پککی دکن که هزین خوش شنگالی وکشینه سرکوبری ترکیه رجب طیب اردوغان آژانس رویترز را راگیاند وان بری بمباران 25 نیسانی یل جای شنگالی و جای قرچوقی آمریکا روسیه و حریم کردستانی آگادار کرده اردوغان داخیا کرن که وان بری دست پکنو گیریشن بولیدان پککی آگاهی دای آلیم پیوندی در و گود ملسر گیریشن یل جای شنگالی و جای قرچوقی روسیه و آمریکا آگادار کرد اردوغان هر و ایدیو کرد که وان رسل گیریشن آگاهی دان عقبت حریم کردستانی جی اردوغان هر و دست نشان کرد که ترکیه ریناده که شنگال به پککی سرکومری ترکیه رو آماده به یکی ذکر که اپراسیون وان دل شنگالی و باکوری سوریه بردوام بند. سرکومار و سرکوزیر ترکیه پیوندی سرک حریم کردستان مسعود بارزانی را کردن و دلگرانی خالنبر شهید بونا 6 پیشمرگه و بریندار بونا 8 پیشمرگه نشان داد اردوغان و ایلدریم سرخاشیل بارزانی کردن و گفتن که بمباران پیشمرگه شنگالی شاشی چی بوده الگور زانیاریون دوی پیوندی تلفنی دا که روز سهشنبه 25 نیسان 2017 هاتیه پیکانین سرکومر ترکیه رجب طیب اردوغان و سرکوزیر ترکیه بنالی ایلدریم دلگرانی خالنبر شهید بونا 6 پیشمرگه و بریندار بونا 8 پیشمرگه دل بارزانی دا آنی نزمان کد انجام یری شال فروکه شب ین ترکیه سرجای شنگالی شهید و بریندار بون داخلی دوتی گوتن هر دو آلیا سرخاشیل بارزانی و کسوکارین شهیدن و بیاری کردنه و هیویا بلس باشبونش بریندارن بیاری را خواستنه اردوغان و ایلدریم تکس کردنه که اب بیار تو شویه که قصدی نبیه و انجام شاشیا فروکه اندا چی بیه کنسول ترکیه الحریم کردستانی سر بمباران شنگالی و شهید بونا چند پیشمرگین سرساقی دا وکیل وزیر پیشمرگه کریم شنگالی و اب بمباران کارکی شاش بناف کرد و راگیان اف شاشی جاردن نای دوباره کردن کنسول ترکیه هر رو آمدی حکومت ترکیه بوچاره سرکن بریندارن ترکیه نشان داد سروکی پارتی آزادی کردستان مصطفی اوجالیک یریش ترکیه سر شنگال و قرچوق روزهای کردستانی شرمزار کرد و دخوش پککی کرد که شنگالی وکشه سروکی پارتی آزادی کردستان 24 راگیاند اب یریش ترکیه سر شنگال و دریکو روزهای کردستانی شرمزار دکن ترکیه بی سیاست خواهی یریش کرد نکاره تا پرزگریکان جاره سر بکه مصطفی اوجالیک گوچی پیوست پککی شنگالی وکشه و رزیل پارلمنت و حکومت حریم کردستان بگره جبرکو بمانیو پککی شنگالی ری برگیریش و بمبارانی لسر گلی کرد به حکومت فدرالی یا عراقی سرکاتی حیدر عبادی بمباران یا ترکیه لسر شنگالی شرمزار کرد حکومت عراقی بگر دو برابون بمباران ترکیه سر خاک عراق حشاری دا ترکیه و الهمبر بمباران شنگالی جالی فروکین ارتش ترکیه و برتک نشان دا و بانگ ترکیه و ولات انجینر که کریس سرویدیا خاک عراقی بکرد جوات رحانی یا ازدی دلگرانی خالنبر بمباران جای شنگالی آلی ترکیه و راجیاند و داخوش هزین سرپککی کرد که جان خلق کردستانی و شنگالیش برچاف بگرن هادی با بشیخ برای سروک جوات رحانی یا ازدیان با بشیخ سرفش شنگالی و بمباران جای شنگالیش آلی فروکین ارتش ترکیه و هلوستاوی اشکره کرد و راجیاند که با بشیخ هنبر گیریش ترکی سر جای شنگالی دلگرانه هادی با بشیخ دخیا کرن مخابن به بیاری دا چند پیشمرگه شهید بود امش خدای مزن تخوازن که رم خلفون بکه و اوین که بریندار جبونه ام شفای جوان را دخوازن نونری سروکی جوات رحانی یا ازیدیان السرناوی بی کسیتی اولی یه مزن یه ازیدیان به یوم اکسر به پارتی و کارکرین کردستانی یه نل شنگالی و جای شنگالی نشاند و تداد بجه به یوم مجبووان هزانه کلوی درینه بلاجیان خلق کردستانی و خلق دوری البر جوان بگرن و تنی بحضر برجواندی پارتی خواه و برجواندی سیاسی خدا نبن که بسدم و یکی تنی خلق شنگالی زراری دبینن هادی بابی شیخ هروا نیوید که هزین سرب بکه دوری شنگالی دور بکرمن و نبن سدم که ایش و کشتنک زیده در واره سری خلق شنگالی
وزارت درویه ایران سر بمباران شنگال دژی ترکیه برتک نشان داد. وزارت درویه ایران سلمان پرخوی فرمی داخلی بلاف کرد. داخلی داتی را گیاندن که اویلیش ترکیه الهرمی دا به سدم نارامی و دوی مجاری دا پشگری دادن هلبستا ریبریا بغداد. هر و داخلی دا هاتی دست نشان کردن. ایران سروی تفگیر کتی واده بن پیکرنا یک بچه‌بون آخ عراقی و سرویری و پشگری داده هلبستا کمرتا عراقی. شروان یه بشه و یه جشه پشتی که دولت ترک بالافرین شهر شنگال بومبکر دیار کردن که اوی تکوشین گشت بکد و تجاران اوی دف شنگال برندن برحکی فدایی گل ازیدی بپارزن و طولی هلینن. گوری آگاین آژانس فرات نیوز بالافرین شهر ین ترکی ریش برن سر آمود گلی کسری و کایی که ین شنگالی که پرانی شروان یه بشه و یه جشه لبون. گوری شروان یه جشه یه ریش انجام پیمان ترکی و پدکیه. یه بشه و یه جشه و گل کربون هدف لیو تفدیرین که هاتبون استاندن یریش بگیشتی هاتن پوچ کرن حتی که یه بشه و یه جشه هبن شنگالی و تکوشین و برخدان نقده گل ازیدی و سری خونه تبینل دجی ایوان یریشان سوزامه اوه امی تکوشین گشتر بکن و طولی هلینن تکاده دخواز مش گلی ما اوه که راستیا بربچف ببینن و ببین یک آژانس فرات نیوز راگیان. ارتش ترکیه نوندک و چند خالین لشکری ین یپگی در بسیه تو باران کر و یپگی جی برسی و یری شده. سرسینوری نوبر روجوای کردستانی و باکوری کردستانی ارتش ترکیه توپ و چکین گران یریشی سربارگن یکی ناین پاراستودان گل کرد. الگوری زانیاریان ارتش ترکیه نوند و بارگن یپگی ین هر چارگوندن چتل گربشک شریک و بیرکنیس گرانی تو باران کرد. تمن دمید نوند یپگیل کپس جالی تو خانای ارتش ترکیه وتی تو باران کردن. دیریش خود ارتش ترکیه توپ و تانکان کارتینه. الگور آگایان شروان یپگیجی برسی و یریشن ترکیه دادن و گله بردن لشکری ترکیه ین سرسینور. الگور آگایان دست پکی تانک که ارتش ترکیه نزدیک شریکش علی یپگی و هاتیه تقاندن. جبر تو بارانی و درکتن شهر خلق گنده چتلجی نچار بونش گنده خادر کردن و برخا بدن نافچهندن. هری ماگریسپیا روجوای کردستانش علی ارتش ترکیه وقتی تو باران کردن. الگوری زانیارین چفکانین خراجی 27 نیسانی پشتی نیورو ارتش ترکی دست تو باران کرده چند گندن هری ماگریسپی کریه. الگور وان زانیارین ارتش ترکی هر دو گندن سوسکی و گریسورین روجوای گریسپی بگرانی تو باران دکن. میدیا سرپارتی یکتیا دموکراتیک و بلاف کردن که چند گلین توپی ازمالین ولتین سیویل و دبستان گندی سوسکی کتنه ونه سدم زرارین مادی. الباکوری کردستانی باجاری ارزروم نابر لشکرین ترکی و گریلاین پککی دا شهر و پیفچون درکت و دو لشکر بریندار بون. برزگر ارزرومی راگیان دمکا هیزین اولی نوچه اولیلی یا باجاری ارزرومی خبات لگرین و تقمنیا بریوا دبرن نابر گریلاین پککی و لشکرین ترکی دا شهر و پیفچون دست بکریه. ده 24 دمجمارین داوید الباکوری کردستانی 5 لشکرین ترکیه هاتن کشتن. الباکوری کردستانی شهر و پیفچونین نابر اندام پککی و هیزین لشکرین ترکیه دا روز بروز دجوارتر دبه. دو نوپیر باجان شرناق قرص و بیدلیسی دنجا متقاندن بومبین سریا لشکری هاتو بون بجیکرن 5 لشکر جانی خوش دستان و 2 لشکر جبرین دار بون. هر وال گورنو چند میدیا ترکیه دا بلاوبوی 13 اندام پککی جی دنجا اپراسیون لشکری دا جانی خوش دستانه. دنگ و باسنجیانی شورمند آلمانی آنگلا مرکل بشه دمین داوید هلبستا سرکمری ترکیه رجب طیب اردوغان باندور که خراب سر پیوندین یکتی اروپا و ترکیه کریه و او هفته در پیوندین اروپا گل ترکیه باش ببه. مرکل دازانین دبی یکتی اروپا و ترکیه نزدیکی هفته ببن. گر ترکیه و یکتی اروپا خوش هفته دور بکن دی هفته آلیجی سراری بکن. مرکل دازانین که خبات دکه که پیوندین نخوش ین ترکیه و یکتی اروپا بر باشی و هره. هر وها دبی ترکیه پشت رفرندوم دخوازین اپوزیسیون بچه‌وان بگره و خو رخنه بکه. افدام که پیوندین اروپا و ترکیه ناف آلوزیان دانه. ترکیه یکتی اروپا دستوردان کاری نافخوایی و پشگیری تروریسم توان برد که. جالین خواه یکتی اروپا ترکیه سوجدار دکه. برجین خواهی دموکراسی پکنوینه و بوی شوایی نکاره ببه اندام یکتی اروپایی. دفروک خانه نو دولتی شامی تقیده که مزن قوبی چفکانین چفدیری مافین مروون یا سوری که نوند ویل بریتانیا راگیان پایتخت سوری باجاری شامی دو ناپیر تقینه که مزن قوبی هات راگیانن که سدم تقین هیچی ندیاره و تقین بشه که مزن یابی باجاری هاتیه بیستن هر وها پشتی تقینی آگره که مزن درکتیه هولی تی ایدیا کرن که تقین جبر بمباران اسرائیل پیک هاتیه درباره وی ایدیا داجیش علی اسرائیلی هیچی دخیانی نهاتیه داین
بریتانیا آماده که آلیکاری آمریکا بکه اگر جاره کردن اپراسیون ازمانی سوریه انجام بده. وزیر دروازه بریتانیا پیشمی گفتو بیشه که دلگر رادیو چارا یا بی بی سی جاره کردن پشتوانیا بریتانیاش با اپراسیون ازمانی یا دژ حکومت سوریه نشان داد. بوریس جونسون را گیاند اگر واشنگتن جبو اپراسیون هبش دژی دسلات شامی دخواست آلیکاریش بریتانیا بکه دی اوی آلیکاری بستینه. وزیر دروازه بریتانیا را گیاند پشتوانی گاوین آمریکای دکنج بو برسیودان گیریشن کیمیه یل سوریه و اگر جوان آلیکاری بین خواستن ابنا بجنا. اف هلوست وزیر دروازه بریتانیا راستی ناراضیبون سروکی پارتی کارکردی بریتانیا جریمی گوربین هات. جریمی گوربین داخلی داب تندی رختل بوریس جونسون گرد او داخیا کردن گوتن وی نشانیا لوازیاویه. ترکیه دورپراون دریا رش کشتی که شهری روسی و کشتی که کارگوی لف کردن پشت را کشتی روسی نخ بو. وزارت برگری روسی را گیاند کل نزدیکی تنگا و استانبول گمیا بناوی لیمانش برمج استور لکشتی بالا دولت توگو یا آفریقا لف کرد او قلبی. بویار دور کلیوسی یا استانبول دریا رش رودا. الگور وزارت برگری روسی همو کسل سروی کشتی بون که 78 کس بون هاتن رزگار کرن. وزارت بروانی روسی دیار کرد که کشتی وانش بر هزال دانش کشتیه و ابد هفدانی دانه کل گل خودی وی گمی پیوندی داینن. لیمان بری کشتیه که هزین دریایی بو. دور و کشتی ها چپدری هاته خبتاندن. گدارین هیجا ابابو و شانا دنگ و بحث نکتیکی شهر چار پرچین کردستانی و کردن دیاسپور هروا نوچین نونتوی جاده کردن هفتیاتی دیسال سروی ناو نشانی امی راستی هبین و مدکار او رببرا برنامه دنگ و بحث نو یا رادیو رتزه بیلاس ترکیه حتانی و شانا نو بمین نو خیر و خشیده.